دوست داری یه صفحه نمایش دیگه هم داشته باشی تا کاراتو راحت‌تر انجام بدی؟ یه اپلیکیشن هست که میتونی باهاش صفحه نمایش گوشیتو وصل کنی به لپتاپ و کامپیوترت و از فضای بیشتر لذت ببری. یعنی انگار یه مانیتور دیگه هم داری، اونم مجانی. گلایدکس چند تا قابلیت خفن داره که بعد از دیدن این ویدیو با خودت میگی چرا تا الان نصبش نکرده بودم. اولیش اسکرین اکستنده که میتونی صفحه نمایش گوشی یا تبلتتو به عنوان صفحه نمایش دوم استفاده بکنی. فکر کن داری فتوشاپ کار میکنی، یه سری از ابزار و پنجره‌هاش تو صفحه نمایش خودت جا نمیشه، یا همزمان توی مانیتور جدا میخوای همیشه قیمت بیت کوین رو چک بکنی. خیلی راحت میتونی بندازیش تو صفحه نمایش گوشیتو با موس یا حتی تاچ کردن اون صفحه نمایش دومو کنترل کنی. دومیش اسکرین میرره که میتونی با این قابلیت صفحه نمایش گوشیتو بندازی رو لپتاپ یا کامپیوترت. یعنی میتونی با موس و کیبورد لپتاپت با اپلیکیشن‌های گوشیت کار کنی. همزمان میتونی تلگرام چک کنی، اینستاگرامتو بگردی و حتی بازی‌ها رو با صفحه نمایش بزرگتر انجام بدی. تازه صداش هم از اسپیکر لپتاپت پخش میشه. باحال نه؟ تازه باحال‌تر هم میشه. اگه بدونی که فایل جابجا کردن بینشون با یه درگ اند دراپ ساده انجام میشه. هم با کابل یو اس بی وصل میشه که اتصالت پایدار باشه، هم با وای فای. اکسترابین همیشه یه اپ باحال برات داره. پس دنبالمون کن.